بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله که در بحث قربانی و صدقه بسیار مهم هست. اگر از ما کسی سوال بکنه که برای دوست خود میخوای یک هدیه بدی، چگونه هدیه میدی؟ واضح هست که انسان به دوست خود بهترین هدیه رو میده که دوست انسان از انسان راضی بشه. در بحث قربانی هم همچنین هست. وقتی انسان در راه الله جل جلاله صدقه میده و قربانی میکنه، باید کوشش بکنه که بهترین زور در راه الله صدقه بده، بهترین زور در راه الله جل جلاله هدیه بده برای الله جل جلاله، بلکه یک صدقه است برای خود، برای آخرت خود. و انسان کوشش بکنه که هر چیزی که در راه الله جل جلاله صدقه میده بهترین زور صدقه بده، و بخصوص قربانی هم که از جمله واجبات هست. و اول وقت قربانی بعد از نماز عید قربان هست، یعنی وقت نماز رو خواندین وقت قربانی داخل میشه تا به روز سوم عید. تا روز سوم عید میتونه انسان قربانی بکنه. خب بعضی از دوستا سوال میکنن که بالفرض حالا روز سوم هم تیر شد، اگر انسان قربانی نکرد باز چه کار میشه؟ فقها میفرمایند تا روز سوم انسان کوشش بکنه که حتما قربانی بکنه اگر صاحب نصاب هست. اما اگر قربانی نشد یا فرصتی نشد یا مشکل ایجاد شد، بعد از عید قربان بازمو پول زور در راه الله جل جلاله صدقه بده تا ای که پروردگار عالم از این انسان قبول بگردانه. اما تا اندازه که توان دار انسان کوشش بکنه که انسان حیوان را قربانی بکنه. و گوشت قربانی هم مستحب که 3 تقسیم بشه. یک قسمت را برای خانواده، یک قسمت را برای مهمانا و یک قسمت را برای همسایه ها و فقرا و مساکین تقسیم بکنین. یاد شما نره که در عید قربان کوشش بکنین که مستحقین واقعی پیدا بکنین. در هر منطقه‌ای که زندگی میکنین، در هر جای دنیا زندگی میکنین، انسان‌های فقیر و مسکین و یتیم و بیوزن و اینها فقرای واقعی پیدا بکنین، و برای اونهایی که شاید با ماها گوشت نخورن، خوبه که اونها از این فرصت استفاده بکنین که در عید قربان اونها هم حداقل 1-2 وقت یا 1-2 شب اونها هم قربانی یا گوشت استفاده بکنن و رضای الله جل جلاله کمایی بکنین. الله توفیق عمل عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.